سلام خدمت شما دوستان عزیز. یه موقع هست شما نیاز دارین که همبستگی بین دو تا فایل رستری یا دو تا داده رو بگیریم. تو نرم افزار ArcGIS ما یه دستوری داریم برای این کار به نام Band Collection Statistic. خب اینو وقتی تو قسمت سرچ نرم افزارتون بزنین به این ابزار برمیخورین. خب تنها کاری میکنین دو تا باند رو به ترتیب وارد میکنیم. من مثلا بارندگی رو میخوام با دما کورلیشنشون حساب کنم. این پایین محاسبه کوواریانس و کورلیشن تیکشون میذارم. یه مسیر میگه برام تعریف کن برای ذخیره این فایل. حالا من پیش‌فرض تو دسکتاپ ذخیره کردم. بعد میام آخر سر این اوکی رو میزنم. خیلی سریع این مقدار رو برای من محاسبه میکنه. اگه من بیام این فایل رو باز کنم میبینین که میاد حداقل مقادیر هر کدوم از این باندها رو برای من محاسبه میکنه. بعد کوواریانسش هم همینطور برای من محاسبه میکنه. در آخر سر کورلیشن، مقادیر کورلیشن باند یک نسبت به باند دو، باند دو نسبت به باند یک رو به ترتیب به من میده. به همین راحتی شما میتونین این مقدار کورلیشن یا همبستگی بین باند رو با هم محاسبه. البته اینطوری بهتون میگم شما میتونید چندین باند رو با هم همین کار انجام بدید، یعنی همبستگی باندها رو با هم بگیرید. خب این خیلی کاربرد داره. بحث این که بخواید بهترین ترکیب باندی رو برای کلاسیفیکیشن در نظر بگیرید یکی از کاربردهاشه، یا مثلا بحث این که آیا چه ارتباطی بین متغیر رو وجود داره، بسیار کاربردی. انشالله که براتون مفید باشه. موفق و سربلند باشید.